سلام دوستای محترم، موسی داوری هستم. یک بار دیگه با شما از طریق کانال افغان لکچر در تماس هستم. تشکر از کامنت های شما، تشکر از کسایی که از داخل افغانستان، خارج افغانستان و کسایی که از ایران به ما نوشته کردن. ما در این بخش یا در این قسمت ما کیس از بندش مایر خره که به اساس اختلاط التهاب کیسه صفرا به وجود میاد برای شما در این کیس نشان میدم. این کیس یک اندازه نادر است از جمله حالاتی هست که به شکل حاد به وجود میاد، اما اساس به وجود آمدن ازی باید ما یک مشکل در کیسه صفرای خود داشته باشیم. قراره که در لکچرهای قبلی گفتم کیسه صفرا التهابش خیلی نزد کسایی که از سن 40 بلند هستن، کسایی که چاق هستن، کس خانم ها و خصوص کسایی که استروژن زیادتر میگیرن یا با اساس ازی که OCP میگیرن یا اورال کانترسپتیو میگیرن. پیش از او اختلاطات خود اول کیسه صفرا را التهابی میتونه به وجود شوه و از طرف دیگه سنگ تولید کنه. سنگ ها اکثرا سنگ های کلسترولی است. این سنها سنگ ها میتونن مقدار و اندازهش فرق کنه. سنگ های کوچک، سنگ های بزرگ. سنگ های کوچک اکثرا میتونه سبب بندش راه های کوچک شوه که به عبارت از بندش قنات خود سیستیک است. میتونه بندش در قنات کولیدوکوس بیاید که در اینجا سبب به وجود آمدن درد به شکل آنی بعد از گرفتن غذا در قسمت راست در زیر قبرقه راست این درد به وجود میاد. درد اکثرا توهم با حالات استفراغ و دلبدی هستند و با تعقیب استفراغ و دلبدی اکثرا بهتر میشن. این کسایی هستند که میتونن دردها را به شکل روزمره یا ای که چند بار در هفته اینا در زندگی خود ایرا تجربه کنن. در صورتی که کیسه صفرا اگر اختلاطی شود با این معنی که اگر بر علاوه ازی که سنگ باشه که سنگ خودش اگر بندش به وجود بیاره و بندش سبب شود تا التهاب در سا وجود بیاره و یک التهاب حاد کیسه صفرا را ما داشته باشیم، در این صورت کیسه صفرا نه تنها که یک مشکل سنگ داره بلکه مشکل التهاب هم اینجا داره که دیگر با آنتیبیوتیک تداوی میشه. در بعضی حالات کیسه صفرا وقتی که در سیر تداوی آنتیبیوتیک در مرحله حاد خود باشه میتونه که جداره ازی اختلاطی شود. اختلاطی به این معنی یا پاره میشه. در اون صورت صفرا مبرای همراه تمام مواد مریض یک حالت حاد داشته می باشه که در این صورت باید عملیات شود و باید پریتوان یا جوف داخل بطن باید پاک شود، شسته شود. در بعضی حالات هست تداوی مثلا تداوی آنتیبیوتیک امکان داره که خود جدار کیسه صفرای ما پس دوباره بالات نرمال بیه ولی سنگ درش موجود باشه که خودش سبب میشه که در آینده باز امکان داره که یک التهاب حاد کیسه صفرا پیش شخص وجود بیه. در حالت سوم جدار آهسته آهسته التهاب خود کم میکنه، اما یک حالت چسبندگی به خاطر از اینکه خود التهاب وقتی که بر ساحه وجود میاد در اوج مواد افرازات که در خود داخل کیسه صفرا است و همچنین امی ریاکشن یا عکس العمل خود جدار کیسه صفرا با محیط چهار طرفش که اگر روده باشه، اگر معده باشه، اگر اثنا عشر باشه و یا اگر خود جگر باشه میتونه یک التصاق به وجود بیاره. اینمی خود التصاق به وجود آمدن سبب میشه که یک چسبندگی را بین جدار کیسه صفرا و ساختمان آناتومی که در مجاور ازی قرار داره یا در نزدیکیت ازی قرار داره بچسبه. در صورتی که سنگ های ما پیش مریضا بزرگ باشه مریض چی میشه؟ در صورتی که سنگ بزرگ باشه سنگ وزن داره، سنگ کتله داره و کتله نسبت به این که وزنش است میتونه به جدار خود دیگه هم نزدیک کنه و سبب شود تا خون در جدار کمتر برسه. وقتی که فکر کنید که یک جداره که جدار منظورم از دیوال کیسه صفرا هست، کیسه صفرا وقتی که دیوال از او پوندیده می باشه یک اندازه خون به صورت عمومی کمتر برش میرسه به خاطر که در ساحه التهاب یا اوزایما موجود است و دویی که فشار خود سنگ سبب میشه که مقدار خون دیگه کم برسه. در خط یک ساحه کوچک نکروز به وجود میاره، نکروز یا میموره و دومی که در پهلوی از هر قسمتی از جدار عظمی اگر باشه او هم میتونه مصاب شود به یک التهاب ساحوی که در نهایت سبب میشه که این جدار وقتی که نکروز کرد یک ارتباط غیر نرمال که به نام فستول یاد میکنیم بین دو ساختمان آناتومیک به وجود بیاد. در صورتی که فستول به وجود آمد محتوی که داخل کیسه صفرا است که عبارت از صفرا از سنگ است، امکان داره که از طریق فستول به خاطر که هر بار که ما غذا میخوریم کیسه صفرا هم یک اندازه عضلات ملسا داره
که او همون را التصاق میده و پچق میکنه، به اصطلاح میکشه مواد میخواهد داخل از طریق سیستم صفراوی داخل روده ها داخل کنه. در صورتی که اگر یک فیستول موجود باشه، مواد صفراوی از طریق فیستول داخل مجرایی که یا در ساختمان آناتومیک دیگه که از تخلیه میشه. اگه در جگر باشه سبب آبسه جگر میشه. بعضی حالات ها میتونه سبب نادر ببخشین حتی محتوی کسی صفرا اگر سنگ هم باشه میتونه داخل جگر تخلیه شود که سنگا در داخل جگر در صورت مجاورت با کسی صفرا و یا حالت وخیم حاد التهابی اگر به وجود بیاید سبب آبسه های جگر میتونه شود. اما در این حالت در این روز ما در کیسی که من میخوایم برای شما تشریح کنم، ما یک اختلاط دیگه نادر است که در اینجا روده ها بند میشه. روده ها چرا بند میشه؟ باید سنگ بزرگ باشه تا که بند شود. قرار در تصویر میبینیم سنگ ها میتونه سنگ های کلسترولی باشه، سنگ های پیگمنتی باشه که از کیسه صفرایی سنگ هایی است که برآمده بسیار به اشکال خوب است. اگه بیرون سعی کنین بسیار یک سنگ های بسیار خوشایند است، اما در داخل سیستم اگر ای در قرار بگیره سبب مشکلات و با وجود آمدن حالات میشه که سبب است امکان داره که مریض وخیم و حتی بعضی وقت اگر تداوی درست صورت نگیره سبب مرگ مریض هم شود. قرار گفتیم در مرحله اول یک التهاب است. التهاب باید در کسی صفرای سنگدار به وجود بیاد. این چسبندگی دیوار به وجود میاره و اثر فشار خود سنگ و فرسایش جدار سبب میشه که تا یک فیستول به وجود بیاد. وقتی که فیستول به وجود آمد محتوی خود کسی صفرا در سیستم هضمی در جایی که او با اون مجاور قرار داره در مجاورات از او میتونه تخلیه شود. در بعضی حالات اگر سنگ کوچک باشه میتونه از طریق قنات کولیدوک میتونه ای هم مستقیم به شکل آناتومیکش بدون با وجود آمدن فیستول میتونه تخلیه شود. از نظر ازی که چقدر ما سنگ‌ها از طریق مجاورت مستقیم از کیسه صفرا داخل دودینوم یا اثناء شهر که نزدیکترین عضوی هست که با کیسه صفرا قرار داره، تقریبا بین 30 تا 90% میتونه فیستولا در اینجا وجود بیاد. میتونه بین گاستریک و کولیسیستیک، میتونه به حساب خود کیسه صفرا و میده رای غیر نرمال یا فیستول به وجود میاد. میتونه بین کیسه صفرا و جوجینوم یا قسمت علوی خود روده کوچک میتونه به وجود بیاد. میتونه بین با ایلیم اگه در صورت کسایی که کیسه صفرایشان نسبتاً پایانتر قرار داره یا ای که از نظر موقعیت خود ایلیم بالاتر قرار داره، در مجاورت هم دیگه اگه باشه میتونه در اینجا فیستول به وجود بیاد. اما قسمت اعظمشان بین دودینیم یا اثناء شهر است. شما ببینید به این تصاویر، ما در تصویری که داریم اکسره ای پی خود بطن است که در اینجا شما ببینیم روده ها بزرگ است، گاز موجود است، امکان بیرون رفتن گاز هم اینجا ما این نحیه کردن نمیتونیم به این حالتی که هست. روده ها مگم روده بزرگ ما ببینیم پر از گاز است. در اینجا ما یک خیال سفید رنگ رو میبینیم که این خیال سفید رنگ عبارت از هایپر اتنویشن خود یک سنگ بزرگ در قسمت راست بالا در زیر قبره راست قرار داره که اینجا موقعیت کسی صفرا هست. شما اگر به تصویر بعدی نگاه کنین، پیش یک مریض یا سیتی اسکن صورت گرفته به خاطر از این مریض درد بطنی داشته و در اینجا نشان میده که روده ها بسیار برجسته، روده ها به اصطلاح پر از مایع و با طول با عرض بالاتر از 3 سانتی متر اینجا قرار داره. در قسمتی که این در خط یک سی تی است که ما این امپیار کردیم یا مولتی پلانر ریکانسترکشن به اساس که ببینیم آخرین قسمتی که روده بزرگ پوندیده و در خط مشتی قرار داره ما ببینیم یک سنگه و با تعقیب از قسمت بعدی زیره که اگر شما ببینیم ما در اینجا میبینیم که روده آهسته پس به حالت نرمال خود گرفته، یعنی خرد شده. در حقیقت جایی که بندش است عبارت از سنگ است. اینجا اگر جراحی اگر میبینن و جراحی وقتی که با اصطلاح میدوشن روده ها را میتونن مستقیم جذب کنن و از ساحه را پاره کنن و سنگ بکشن و بس با تعقیب از او اگر ای دوخته میشه و مریض از حالت عاد میبراید. در غیر از او امکان مردن روده ها به اساس فشار و اساس نرسیدن خون است که در اینجا یک حالت عاد وخیم است و سبب مرگ مریض میتونه شود. در این تصویرهای بعدی عبارت از یک تصویر مستقیم کرونال یا
به این شکل قطع شده. شکم نشان میده، روده بزرگ است و در ساحه‌ای که سنگ قرار داره آخرین قسمتی است که روده متوسط است و به تعقیب از او روده پس حالت نرمال خود میگیره. فقط یک مشکل در پایپ روده ما یک سنگ را میبینیم. این سنگ ما میتونیم به شکل مقطع اکسیال ببینیم و یا مقطع ساگیتال یا ساجیتال که به این شکل است. میتونیم در تصویر دیگه ببینیم. دیدن فستول خیلی مهم است. اگر ما بین خود کیسه صفرا و عضو مجاور از که دیگه دیدنیم است، ما اگر یک رای ببینیم که نشان دهنده رای تخلیه یا مجرای تخلیه ازی باشه، عبارت از فستول است که در ECT با کانترست IV ما میتونیم ببینیم. سنگ و مجرایی که بباشین، مجرایی که از طریق کیسه صفرا، این کیسه صفرایی که خالی شده و رایی که به روده 12 یا 12 ما این را میبینیم. این مریض قبل از اینکه ما در بلوحه پیشتر از اینکه مریض این تخلیه شود سنگ، تقریبا 1 یا 2 ماه پیش، از این تصویر پیش مریض همین سنگ ما داخل کیسه صفرا میبینیم که در اینجا نشان میدم مستقیم همین سنگی که فعلا سبب بندش روده شده به مدت تقریبا 2 ماه پیش در داخل کیسه صفرایی که نسبتا جدار ضخیم بوده، به این معنی که کیسه صفرا از خود التهابات سابقه هم داشته و سنگساز هم است. این هم یک نمونه دیگه از مولتی پلانر ریکانستراکشن است که نشان میده برای ما آخرین قسمت متوسط روده پس نرمال و سنگ در قسمت متوسط روده قرار داره. به خاطر از اینکه دکتر صاحبا ما بهتر بفهمن نسبت به این که ما از به کلماتی که ما میگم به این توجه کنین، باید شما یک مؤخذ علمی را هم در نظر داشته باشین. ضرورت نیست که شما باید پشت هر گپی که دکتر میگه، شاید ما هم امی معلوماتی که من فعلا دارم شاید این 4 سال یا 5 سال بعد این معلومات کنه شود، چیز نو بیاید. به خاطر لازم است که همیشه خود اپدیت داشته باشین. به خاطر اپدیت کردن میتونین از ژورنال‌های یا از مقالاتی که در مورد بر مشکلی را که میخواین که ببینین و بفهمین و اپدیت باشین، باید مقالات علمی از اون موضوع را باید بخوانین. این نزدیکترین مقاله است که ما از 2016 و یک مقاله است که در جدول‌های اروپا یا در ژورنال‌های اروپا و امریکایی شده، به اصطلاح چاپ شده. این برای شما دادیم، از سال 2016 هست. مقاله جدیدی که از مربوط به چین است از 2023 هست. این هم برای شما اینجا دادیم و میتونین مأخذ از این شما از طریق این مأخذ اگر بخواین ببینین. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم کانال ما رو سابسکرایب کنین و یادتان نره که نقطه ای را که میخوایم بگویم، ما در یه آخر قسمت زیاد از ویدیوهایی که به اساس معلومات طبی از افغانستان نشر میشه میبینیم. یک چیزی را که خیلی برای ما آزاردهنده ای است که ما معلومات طبی را بسیار به شکل به مردم میرسانیم که هدف ما از معلومات رساندن در حقیقت نیست، بلکه بلند بردن سویه بازدید کننده از کانال ما است. ما همیشه ایرم برای من نقطه عمده کار ما است که من باید معلومات را بتم تا کسی که از من میبینه امروز، فردا، 1 ماه بعد، 1 سال بعد، تا وقتی که معلومات ما کنه میشه اونا از این بهره ببرن و استفاده کنن. در صورتی که بهره نبرن، فقط برای دیدن یا برای به اصطلاح خوشگذرانی باشه، در صورت ضرور نیست که ما موضوع طبی را گذارم. باید ما از موضوعات دیگه که ضرورت به یا کامیکس یا کدام موضوع خنده‌آور است باید به او گپ بپردازم. اما وقتی که ما طب میخوایم گپ بزنم در مورد موضوعات طبی، موضوعات تخصصی خود، باید کوشش کنیم که از معلومات را بتیم به باعث یک دکتر، باعث یک کسی که ما در حقیقت نشان بدیم که ما در افغانستان هم هر کاری که در خارج مردم دیگه میکنیم ما هم کرده میتونیم، اما باید کمک کنیم به مردم خود، به دکترای خود، به شاگردان و معلمین و چیزی را بدیم که اونا با دردشان بخوره. تشکر از توجهتان. این پیام مرا اگر بتانین به دکتر صاحبایی که از افغانستان موضوعات را که خارج از مسلکشان است میرسانند، بر از او هم برسانین. تشکر.